میزان اندیشه، تحلیل و بررسی موضوعهای روز از دیدگاه کارشناسان ساحه. میزان اندیشه، برنامه تحلیلی در رادیوی فرهنگ با زیورشاهی اکتمشاه. салом шунавандагони азиз, нашри охирини барномаи мизони андеша дар соли равон пешниҳоди шумо аз радиои фарҳанг мебошад. дар барномаи навбатӣ вобаста ба дастовардҳои соҳаи фарҳанги мамлакат дар соли ҷорӣ суҳбат менамоем. бо мо бошед. шунавандагони азиз, албатта боиси ифтихор аст ки соли ҷорӣ, яъне соли 2023 барои тоҷикистони азизи мо соле буд ки дар ҳама самту соҳаҳо пешрафту дастовардҳо баръало ба чашм мерасиданд. дар ин сол рӯйдодҳои фарҳангии сатҳи байналмилалӣ дар кишварамон доир гардид ки боиси ифтихори мо мебошад. сомеёни арҷуманд ба хотири огоҳ гардиданд аз дастовардҳо дар соҳаи фарҳанг мо суҳбате доштем бо раҳмон турсунов, сардори раёсати рушди муассисаҳои фарҳангии фароғатӣ ва ҳунарҳои мардумии вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳоло фишурдаи онро ба самъатон мерасонем. соли 2023 барои соҳаи фарҳанг чӣ гуна сол буд? мо ба кадом дастовардҳои фарҳангии сол ноил гардидем? با شکرگزاری از ثبات و آرامی مملکت با غمخواری دولت و حکومت در دوران صاحب استقلالی و مخصوصا سیاست فرهنگ دوستانه راهبر معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، ساحه فرهنگ روز از روز رشد می‌یابد. سال 2023 برای مردم خوش-اقبال تاجیک سال پرفرح و پرنشاط بود و اساساً فعالیت مؤسسه‌های فرهنگی جمهوری تاجیکستان طبق برنامه دولتی رشد مؤسسه‌های فرهنگی تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 و برنامه دولتی حفظ میراث فرهنگی غیر مادی خلق تاجیک برای سالهای 2021-2025 به راه مانده شدند. طبق سندهای معیاری حقوقی از یک قطار برنامه‌های ساحوی نیز راه اندازی می‌گردد و در اساس چیزی که در بالا ذکر کردم برنامه دولتی رشد مؤسسه‌های فرهنگی سال جاری در اساس جدول برگزاری فستیوال، نمایش، عید، آزمون‌های عنعنه و هنرهای مردمی و جشن و سالگردها در جمهوری تاجیکستان برای سال 2023 که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 3 ژانویه سال 2023 تخت رقم 318 تصدیق شده است، یک قطار چاره‌بینی‌های فرهنگی در دوام سال 2023 تجلیل و برگزار گردیدند. از جمله عید صده، نوروز بین المللی، فستیوال هنرمندان تاجیکستان و نمایش هنرهای مردمی تحت عنوان هنر بهتر از زر بود، فستیوال گلها تحت عنوان سیر گل لاله، فستیوال صد رنگ چکن، فستیوال ادرس و اطرس، جشن تیرگان با برگزاری عید زردالو و خوشمېوه‌های تاجیکستان، عید تربوز و خربوزه و کدو، فستیوال آش پلاو، آزمون‌های جمهوریوی دسترخوان آرایی، کدبانوی بهترین هنر آموز و مصنوی در سطح بلند فرهنگی تشکیل و برگزار گردیدند. عموما در دوام سال 2023 در تمام مؤسسه‌های فرهنگی شهر ناحیه جمهوری تاجیکستان زیاده از 52800 چاره‌بینی با فراگیری 5,799,071 نفر تماشابین یا که اشتراکچی برگزار گردیدند و بهترین دستاوردهای فرهنگی این برگزاری مثال آزمون‌های جمهوریوی که با امر پرزیدنت معظم ما تصدیق گردیده است، آزمون فروغ سوبدانه کتاب است، تاجیکستان وطن عزیز من که با تشبث مؤسسه‌های فرهنگی شهر و ناحیه جمهوری با این آزمون‌ها یعنی ساکنان اشتراکچیان فعال جلب کرده شدند و بسیار نتیجه خوب هم این آزمون‌ها به بار آورد و طبق نظامنامه خود یعنی برای در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من برای یعنی پیدا نمودن استعدادهای نو، استعدادهای نادر
و در آزمون فروغ سوبیدانی کتاب است. بگذار که این را وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان یعنی راه اندازی کرده باشد هم، لکن ما در همکاری بودیم و این برای باز هم بلند برداشتن معنویات مردم و روی آوردن به کتاب و کتابخانه که این عنعنه‌های گذشتگانمان از عنعنه‌های گذشتگانمان باقی مانده است، بسیار در سطح بلند با دستاوردهای بسیار خوب جنبست گردیدند و همین را باید قید کرد که این چنین برگزاری جشن‌های تقویمی در جمهوری تاجیکستان سرآغاز از سال نو میلادی، روز مادر، نوروز بین المللی، روز ارتش ملی، عید غلبه، وحدت ملی، 32 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان و کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، روز پرچم دولت جمهوری تاجیکستان، جشن‌های مثال تیرگان و مهرگان و صدا. جشن صدا در آخر سال البته جشن گرفته نشود، لیکن در آغاز سال 2023 در باغ فرهنگی فراغتی بنای فردوسی با نمایشی مثال محصولات کشاورزی و با یک سطح بلند فرهنگی و تشکیلی برگزار گردید و چاره‌بینی نامبر کردن است بسیار در سطح ضروری، یعنی در همکاری با دیگر وزارتخانه‌ها و تشکیلات‌های و کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها برگزار گردید. سلامت باشید. می‌خواستم وابسته به بنیاد و از نوسازی و تعمیر و ترمیم مؤسسه‌های فرهنگی فراغتی حدود مملکت، خاصتاً بناهای فرهنگی، شعبه‌های فرهنگ در مضافات مملکت معلومات می‌دهید. در سال جاری یک چند یعنی مؤسسه‌های نو فرهنگی ساخته با استفاده داشتند در یک قطار شهر و ناحیه‌ها. این هم طبق همون برنامه دولتی رشد مؤسسه‌های فرهنگی که یعنی پیش بینی شده است. بعضی انشاءات‌های تازه بنیادی مؤسسه فرهنگی یعنی ادامه دارد، ساختمان و از نوسازی و برقرارسازی آنها. این چنین یک چند کتابخانه نو، آثارخانه‌های نو یعنی تجدید گردیدند، به فعالیت آغاز نمودند و فکر میکنم که در برابری دستاوردها البته کمبودی‌های نارساگی‌ها هم به چشم میرسد، لکن وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان یعنی منتظم آماده است که برای برطرف نمودن کمبودی‌های و نارساگی‌های جای داشته در سمت ساحه فرهنگ و برای رشد فرهنگ جمهوری تاجیکستان همه روزه یعنی توجه مخصوص ظاهر میکند، غمخواری مینماید و فکر میکنم که مرحله به مرحله در سالهای من بعد یعنی با دستاوردهای باز هم نظررس ما سالهای میانبرده رو یعنی پیشواز میکنیم و جنبست میکنیم. اصلا وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان این تطبیق کننده سیاست دولتی فرهنگی جمهوری تاجیکستان است و این چنین سفرهای خارجه، قبول مهمانان خارجه و چنانی که به همگان معلوم است از جانب راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یعنی چون نقشه چاره‌بینی ها تصدیق گردیده بود که از ماه‌های سپتامبر در تمام باغ‌های شهر دوشنبه، تمام شهرهای جمهوری یعنی طبق جدول معین گردیده هم نمایش فروش محصولات خارجی قشلاق، هنرهای مردمی نمایش گذاشته شد و این چنین برنامه رنگینی بخش‌ها و شعبه‌های فرهنگی شهر ناحیه جمهوری یعنی با ساکنان پایتخت و مهمانان پایتخت پیشنهاد گردید و آن هم در سطح بلند گذشت و سال جاری فستیوال آزمون جمهوریوی تلویزیونی اندلیب نیز با جلب گروه‌های هنری بهترین شهر و ناحیه‌ها بهترین در سطح بلند جنبست کردید و من بعد نیز باز چاره‌بینی‌ها به نقشه گرفته شده است. در سال من بعد در سال 2024 علاقه به ما هم جدولی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای برگزاری جشن و عید و فستیوال و عنعنه‌ها یعنی تصدیق گردیده است، پیشنهاد گردیده است و ما از روی اون کاربری می‌نماییم. خواهان آنیم که همیشه پیش از همه در مملکت صلح و ثبات جاودانی باشد، مردم با فرهنگ باشند. مردم را دعوت میکنیم که هر چی بیشتر با فرهنگ باشد و مؤسسه فرهنگی جمهوری تاجیکستان همیشه چی در سمت آثارخانه‌ها باشد، چی در سمت کتابخانه‌ها باشد، چی در سمت قصرهای و خانه‌های فرهنگی و دیگر مؤسسه‌های فرهنگی همیشه آماده است که به مردم و ساکنان خدمت فرهنگی رساند و روز از روز فرهنگ ما چون که اساس سیمای ملی
ملت از فرهنگ و یعنی منشأ میگیرد و ما کارمندان وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان طبق نقشه چاره‌بینی‌های داخلی خود وزارت یعنی همه وقت منتظم سمینارها میگذارونیم و در شهر و ناحیه‌ها با مردم از نزدیک شناسایی میکنیم و آن قانون و استراتژی‌هایی که از طرف دولت حکومت تصدیق گردیده است برای عملی گشتن آن ما هم سهمگزار هستیم. چون که مثلا مثال میگیریم برای استراتژی ملی مبارزه با اکستریمیسم تروریسم یا خود با کروپسیا یا خود ضد گردش غیرقانونی مواد نشآور، ساحه فرهنگ با نمایش دادن نمایشنامه‌ها وابسته به موضوع یعنی کارهای ترغیباتی و تشویقاتی را فرماندهی را با ساکنان و مردمان یعنی براه می‌بینند. تشکر زیاد. ما در سطح بین‌المللی چی دستاورد داشتیم مثلا؟ در سطح بین‌المللی برآمد هنرمندان تاجیکستان، نمایندگان هنرهای مردمی تاجیکستان در دولت فرانسه و فدراسیون روسیه و اینچنین در آسیای مرکزی در جمهوری ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، قزاقستان که در رفت سفر کاری راهبر معظم ملت یعنی فرهنگیان نیز با نمایش دادن برنامه رنگین کنسرتی اینچنین هنرهای مردمی به نمایش گذاشته شد. محصول هنرهای مردمی هنرمندان جمهوری تاجیکستان و باز در سال آینده سفر کاری راهبر معظم ملت به جمهوری ازبکستان به نقشه گرفته شده است. ما الکی با اتفاق هنرمندان یعنی آمادگی ایستادیم برای این و اینچنین هنرمندان ما مثلا در ساحه صنعتی چی آوازخوانی چی دیگر ژانرهای صنعت در یک قطار دولت‌های خارجی برآمدها نمودن. من به نزدیکی نماینده ما فرخ حسنوف در فدراسیون روسی در برنامه تلویزیونی بسیار برآمد خوب کرده. این هم افتخار ماست، این هم دستاورد حساب می‌یابد و باعث افتخار است. سلامت باشید. برگزاری روزهای فرهنگی مشترک با یگان دولت‌ها بودن در سال البته چون که من در بالا قید کردم همه ساله به نقشه گرفته شده است برنامه مشترک بین فرهنگ جمهوری تاجیکستان در ازبکستان، به نزدیکی در جمهوری قزاقستان بود، در ترکمنستان، در روسیه و برگزاری روزهای فرهنگی همین دولت‌ها در تاجیکستان برگزار گردیدند در سطح ضروری و ما نیز در اون دولت‌ها اشتراک نمودیم و ساحه فرهنگ البته پیشگام است در این چاره‌بینی‌ها. وابسته به فهرست میراث غیرمادی بشریت یونسکو وارد گردیدن یکچند صنعت و عنعنه‌های ملی ما چی گفتنی هستید؟ باعث خوشنودی و افتخار است که عنعنه‌های ارزش‌های بلند ملی ما، عنعنه‌های گذشته که از اجدادان ما میراث مانده است، شکرانه از استقلال توسط خودآگاهی ملی، خویشتن‌شناسی، خودشناسی یعنی روی کار آمدن و امروزها یعنی این هنرهای اوج رشد هستند و عموماً احیا گردیدند و به جهانیان معرفی گردیدند. من مثال میگیریم در زمینه یونسکوی سازمان ملل متحد مثال سر کرده از نوروز عجم، نوروز بین‌المللی ما، سرزم قدیمه که تاریخ بیش از 6000 ساله دارد یا 50. مخصوص در سال 2020 کدام نمینه‌ها وارد سه من همین نمینه انا به نزدیکی اطلس و ادرس، زرحل بافی، انا همین نمینه‌ها یعنی وارد کرده شدن از جانب پژوهشگاه علم و اطلاعاتی نزد وزارت فرهنگ تاجیکستان پیشنهاد گردید و قبول گردید. این هم باعث هم خوشنودی است و هم افتخار است که جهانیان الکی آشنایی پیدا میکنند که در حقیقت ملت ما دارای چنین تاریخ و ارزش‌های بلندی فرهنگی و تاریخی است. سلامت باشید. خب طور اوگاه گشتن با نزدیکی در عرفه کدام چاره‌بینی بود در وزارت فرهنگ میان بخش‌های فرهنگ ناحیه‌ها یک مضمون اعلام کرده بودن چنانه که قید کردیم ناحیه جای یک گرفت بخش فرهنگ آزمون درگاه هنر و معرفت یعنی این هم طبق همون جدولی که چنانه که در بالا ذکر کردم برگزار می‌گردد و نزدیکی برگزار گردید. تمام مؤسسات فرهنگی شهر ناحیه‌ها جلب کرده شدند و در آنجا طبق نظامنامه آزمون یعنی فعالیتی قصرهای فرهنگ، فیلارمونی‌های خلقی و دیگر مؤسسه‌ها مورد سنجش قرار داده شدند. گروه کاری از تأسیس نموده وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان طبق جدول مقرر گردیده از ولایت‌ها، از ریاست‌ها، از شعبه‌ها یعنی سنجش‌ها گذراندند و در نتیجه بهترین‌ها جمع‌بست کردیدند و اینچنین در برابر برگزاری آزمون یعنی کارهای فرماندهی از جانب گروه ایجادی که در آنجا متخصصان ورزیده ساحه اشتراک داشتند، کارهای فرماندهی، کارهای برای پیشبرد ساحه در
مضافات‌ها گذرانده شد. این هم اقدام نیک است که الکی در سمت فعالیتی چنانکه که ما در جنبستی حسابات سالانه شعبه بخش‌های فرهنگ حس می‌گردد قدری کار جانا گردیده شده است، یعنی پیشروی به نزد به چشم می‌رسد و البته باز آزمون‌های انسامبل‌های اویلوی، چون که اینها هم ارزش‌های بلند ملی ما هستند. عنعنه عموما ملت ما از همون عنعنه‌های گذشته درک می‌دهد. یعنی در انسامبل‌های اویلوی بیشتر ایجادات خلق جای داده می‌شود که این هم معرفی‌گری که کهن بنیاد بدون ملت ما دوره فرهنگی بلند و معنویات بلند بودن درک می‌دهد. اینچنین همین آزمون انسامبل‌های اویلوی هم در سطح بسیار بلند ظاهر گردید و بهترین ها البته قدردانی گردیدند از طرف وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و مکافات‌های چه پولی و چه مثال سپاسنامه و دیپلم و دادن عنوان علوشی فرهنگ جمهوری تاجیکستان قدردانی کرده شدند. سلامت باشید. تشکر جزیلا. شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با سرمتخصص ریاست رشد مؤسسه‌های فرهنگی فراغتی و هنرهای مردمی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان رحمان ترسونوف شنیدید. واقعا در زمان جهانی شوی تمدن‌ها فرهنگ معرفی‌گر دولت و ملت در ردیف کشورهای سیاره میباشد. مسئولین وزارت فرهنگ کشور پیوسته میکوشند در این سمت به کامیابی‌ها نائل گردند. اینجا برنامه میزان اندیشه از رادیوی فرهنگ به فرجام میرسد. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارد. با ما باشید.